بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زاده سلام بزرگزاده، ضمن تقدیر و تشکر از حضرت عالی که این وقت باز در اختیار بخش دیگر از بررسی تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم استان سیستان و بلوچستان و بالاخص شهرستان سرامان اختصاص دادیم. همانطوری که حضرت عالی مستحضر هستید، سفال کلکان از سابقه دیرینی برخورداره و با تلاش هایی که حضرت عالی در زمان تصدی مدیریت کل اداره صنایع دستی استان سیستان بلوچستان مبذول داشتید، این صنعت و این هنر رو به زوال بود و تعداد معدودی از سفالگران زن در اون کارگاه مشغول به کار بودند که رمقهای آخرش خودشو میپیمود و میرفت که با فوت این صنعتگرانی که در اونجا هستند این صنعت کلا به فراموشی سپرده شه. با تلاش هایی که حضرت علی صورت دادی بالاخره اونجا شرکت تعاونی شکل گرفت و بعدها اداره میراث فرهنگی اونجا رو به عنوان موضع زنده سفال به ثبت رسوند. و به نوعی امروز صنعتگرانی که در اونجا مشغول کار هستن مدیون تلاش های حضرت علی در اون بخش از مقطع تاریخی روند تولید سفال هستند. با توجه به این که بسیاری از محققین هنوز آشنایی کافی با صنعت سفال کلپورگان ندارند و زمینه تحقیق و پژوهش کاملی در این خصوص صورت نگرفته و پیشینه بررسی تاریخی، بررسی روند هنری این سفال هم تا جایی که من اطلاع دارم مکتوب حداقل صورت نگرفته و جست گریخته مقالاتی یا اکثرا هم در قالب خبر و گزارش و تحلیل و مناسبت های ایام نوروز از خبرگزاری ها گاهن گزارش هایی رو میدن، اما اینکه ما روند تولید سفال در اونجا به صورت کامل بررسی بکنیم، نقوشی که هست، خود منبع خاک و اینکه این هنر از چه سابقی برخوردار صورت نگرفته. بفرمایید که سفالگری در روستای کلپورگان از چه سابقی برخوردار، تاریخچه‌اش چجوری هست، مراحل ساختش چجوری هست و ویژگی که سفال کلپورگان نسبت به سفالهای دیگری که در سطح کشور در سطح جهانی مطرح هستند از چه ویژگی این سفال برخوردار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب عالی برای دلسوزی این بخش از فرهنگ و هنر ایران زمین که من معتقدم که هر هنری در ایران متعلق به همه بشریت است، حتی از ایران هم فراتر، و حفظ بخشی از تاریخ و تمدن بشری است. سوال شما رو من به دو بخش تقسیم میکنم. یکی این که چرا سفال کلپورگان تا امروز هنوز هم رواج دارد و یکی تاریخچه و سابقه تاریخی سفال کلپورگان. این که چرا تا امروز این هنر در این روستا رواج دارد، اصلی ترین دلیلی که من میتونم عنوان کنم کارگاه موجود این هنر صنعت هست که در کلپورگان هنوز دایره. یعنی در همون مقطعی که در سالهای دهه 50، حالا دقیقش 51 بوده، ما در خیلی از نقاط ایران و در بلوچستان مردم بلوچ در خیلی از جاها، از جمله در سرباز، در هلونچکان نیکشهر، در همین سراوان، در جاغ و جاهای دیگر به سفالگری به نوع دیگر، البته با شکل شمایل و روش های دیگر مشغول بودن. ولی امروز ما هیچ کدوم از اون کارگاه ها یا اون روستاهایی رو که به این هنر صنعت مشغول بودن نمیبینیم، کلا منسوخ شدن. شاید هم اگر این کارگاه هم تو صورت متمرکز در کلپورگان هم ساخته نمیشد و در اون مقطع اقدام نمیشد، امروز در کلپورگان هم از سفالگری هیچ اثری نبود. حالا چرا این کار انجام شد؟ لابد بررسی کردن اهمیت ویژه‌ای داشته که در اون مقطع اومدن این کارگاه رو دایر کردن و نگذاشتن از بین بره. تا سفال کلپورگان تو ذهن میاد، سفال کلپورگان امروز حالا به هر دلیلی یا تبلیغات مناسب یا بررسی های کارشناسی و باستانشناسی یا زحماتی در طول دوران کشیده شده و به اسم کلپورگان، به اسم
هنر صنعت ویژه در ایران مطرح شده اینه که در اون مقطع عموما هنر صنعت در ایران زیاد بوده، در بلوچستان هم سفالگری زیاد بوده ولی اثری ازش نمیبینیم. این تا امروز مطرح هست، تا حدی مطرح هست که امروز کلپرگان به عنوان نمادی از نماد بلوچستان تبدیل شد. یعنی اگر در برنامه‌های تلویزیونی، در همایش‌ها، در مجالسی که هیچ ربطی شاید اصلا به موضوع هنر و موضوع سفالگری ندارد سخنرانی میشه، همایشی میشه، صحنه‌آرایی رو در یک صحنه‌ای رو قرار داشته باشن، حتما نخ از بخش بلوچستان و سفال کلپرگان از بخش بلوچستان، همان گونه که گندم و تصویری از هامون دریاچه هامون یا کوه خواجه در سیستان به عنوان نماد این استان مطرح هست، بخشی از این استان سفال کلپرگان به عنوان یک نمادی از بلوچستان تبدیل شده. حالا چرا و چرا به این اهمیت؟ خب هر موضوعی اگر اهمیت ملی، اهمیت ویژه استانی نداشته باشه به عنوان نماد تبدیل نمیشه. تا از سفال کلپرگان بحث میشه، اولین چیزی که عنوان میشه میگن یه قدمت دیرینه بسیار زیادی دارد. حالا در قدیم بسیار زیاد عنوان میکردن، ولی با بررسی های علمی، با بررسی های کارشناسانه، با بررسی های باستانشناسی مشخص شده که عدد دست عنوان شده، یعنی حداقلش در حد 6 الی 7 هزار سال رو مطرح میکنن. حالا چرا؟ برای خیلی از پژوهشگران حتی مردم عموم که عنوان میشه میگن مگه از کجا فهمیدن؟ چطوری میگن که 6000؟ چرا نمیگن 16000 سال؟ چرا نمیگن 20000 سال؟ چرا نمیگن 500 سال؟ این یه سوال اساسی هست که برمیگرده به تاریخچه سفالگری در کلپرگان و چرا این عدد رو عنوان میکنه. 4 دلیل را برای اینکه هنر سفالگری در کلپرگان حداقل از قدمت 5-6 هزار ساله برخوردار است محققین و پژوهشگران عنوان میکنند. هر اثر باستانی رو پژوهشگران در یک منطقه کاوش میکنند و در اون منطقه اگر استخوانی، اگر آثار باستانی سنگی یا یه اثری بیشتر هم سفال هستند در خیلی از جاهایی که کاوش میشه پیدا بکنن، در قدیم الایام خب روش‌های نمادینی رو باستانشناسا داشتن که می اومدن نقوش اگه داشت نقشه‌ها رو بررسی می‌کردن، علائم دیگر رو بررسی می‌کردن، ولی حداقل موارد زیادی از پارامترهایی هست که برای بحث علمی باستانشناسی مطرح می‌کردن، ولی در این حداقل 300-400 سال اخیر به برکت بحث علم و علوم دیگر که به علم باستانشناسی کمک کردن تعیین کربن 14 هر عنصری هست. کربن 14 به این شکل هست که هر 100 سال در زنجیره مثلا بررسی شیمیایی که اگر روی کربن 14 انجام میدن، هر یک زنجیره طبیعی دارد، هر 100 سال یک زنجیره اضافه میشه. یک سفالی رو، یک سنگی رو، یک استخوانی رو پیدا میکنن میارن تو آزمایشگاه. در آزمایشگاه بررسی میکنن که این زنجیره پایه و بیس کربن 14 اینقدر هست، حالا چند زنجیره اضافه شده. اگر یه زنجیره اضافه شده، 2 تا 3 تا به همون نسبت متوجه میشن اگر یک مورد اضافه شده خب این 100 سال هست از این تاریخ این اثر میگذرد، اگر 2 تا 200 سال و الی آخر. یکی از بررسی هایی که روی سفال کلپرگان انجام دادن پژوهشگران و به خصوص باستانشناسان در آزمایشگاه مشخص شده که حداقل 5 الی 6 هزار سال سابقه تاریخی دارد این سفال کلپرگان. این یکی از دلایلش که دلیل آزمایشگاهی و علمی هست. 3 دلیل دیگر باستانشناسی هستند. دلیل اصلی دومی
یک ظرفی هست که همین امروز در کلپرگان هم ساخته میشه، کاربردهاش هم در مقطع‌های زمانی متفاوت شده، عوض شده، ولی باستانشناسان معتقدند که این ظرفی بوده که خاکستر مرده رو در اون نگه می‌داشتن. بعد از به اصطلاح دوران اسلامی به بعد خب سوچوکی که در چه اصطلاح محلی بهش میگن خوشبویی هست، این خوشبویی هست در اون اصلا به اسم سوچوکی هم امروز اسم میبرن این ظرف رو. شبیه ساخته یه پایه‌ای دارد، شبیه معماری قبر حافظ هست تقریبا، دری هم بالا دارد. اینو باستانشناسان با بررسی‌هایی کردن معتقدند که خاکستر مرده رو در این ظرف نگه می‌داشتن. خاکستر مرده رو در این ظرف نگه می‌داشتن، اعتقاداتی هم و آیین‌هایی رو هم در این ارتباط با شیوه سوختن و شیوه نگهداری خاکستر در این ظرف داشتن. خب ما میایم بررسی می‌کنیم که آیین اسلام، آیین ایرانیان و این بخش از ایران خب در حال حاضر مسلمون هستند، اسلام هست. با ورود اسلام در اسلام ما مرده سوزی نداریم، پس این حتما به یه آیین قبل از اسلام برمیگرده. همین که بگیم قبل از اسلام حداقلش پس 1400 سال این قدمت رو دیگه ثابت میکنه، پس این آیین مربوط به اسلام نیست، قبل از اسلامی هست. قبل از اسلامی اینو میگن حداقلش اگر بپذیریم اینه که 1400 به قبل هست. بعد میان بررسی میکنن در آیین قبل از اسلام فلاتقاره ایران و این منطقه، علاوه بر این موضوع که من اشاره میکنن آثار و موارد دیگر هم تایید کننده این بحث من هست که آیین قبل از اسلام مردم بلوچ و ایرانیان زرتشتی بوده و موارد زیاد هم برای اثبات این وجود دارد، هم در بلوچستان هم در سایر نقاط ایران. به طور نمونه در سراوان ما خب یکی از اصلی ترین نمادهای زرتشتیان آتش و آتشکده هست. خب ما آثاری از آتشکده در همین خود سراوان داریم، در نزدیکی شهر سراوان، کوه مهرگان، هم اسمن هم آثار مشخصی که آتشکده هاش هنوز وجود دارن، یعنی از بین کامل نرفتن، بررسی هم شده کارشناسان و باستانشناسان، حالا کاوش های عمیق انجام ندادن، همین ظاهریش وجود داره که این کوه محلی بوده برای نیایش و آتشکده هایی رو در اون زمان فعال داشتن اینجا و نقاط دیگه هم در بلوچستان وجود داره. خب در آیین زرتشتی هم علاوه بر این البته در سراوان ما در ناهوق قبل از اینکه برن به سمت نگاران یک نقوشی رو داریم که البته متفاوت با نقوش سنگ نگاره های نگاران هست که اونجا کنده‌کاری روی سنگ هست، اینجا با همین تیتوگی که در کلپرگان که بعداً من میگم این تیتوگ چیز یک سنگ ویژه‌ای از کوه بیرک زابولی، سنگ منگنز هست که میان میسابند، خورد میکنند، یک کم ها بهش میافزایند و تبدیل میشه به یه جوهر که این مثلا جوهر نقوشی هست که روی سفال کلپرگان هم میذارن، با همین روی سنگ در جایی که به نام پیرگوران اونجا مطرح هست در ناهوق، این نقوش اونجا با همین تیتوگ نقش بستن و هنوز هم وجود داره. خب اونجا نمادهایی رو نقاشی کردن. یکی از اصلی ترین نمادی که اونجا نقاشی کردن چرخ فلکه، خورشیده و حتی خود آتش رو اون نماد اونجا. این موارد نشون میده که آیین مردم این منطقه آیین زرتشتی قبل از اسلام و در همین قلعه خیرآباد در نزدیکی خود شهر سراوان در نخلستان‌های دزک، خب اصلا اسم خود این قلعه خیرآباد و بیشتر از خیرآباد به قلعه گوران و کلمه گور به خود زرتشتی حتی در افرادی رو در همین پررکان در این منطقه ما داشتیم که گوران بهشون میگفتن، بعدها هم مسلمون شدن، بعدها نه اینکه بعد اسلام اومده، یعنی اسلام به این منطقه اومده، نه اصلا
بعدها یعنی در همین 50 و 100 سال و 200 سال اخیر، یعنی تا همین 50 100 سال 200 سال اخیر هم اینا همون آیین خودشون رو داشتن، زرتشتی بودن، به همین دلیل بهش میگفتن گور. در زبان و ادبیات محلی، در اشعار و زبان و ادبیات بلوچی خب به زرتشتی کلمه گور میگن، مثلا گور میگن. و موارد دیگه زیادی هم وجود دارد که آیین این مردم این منطقه زرتشتی بوده. نقاطی داریم به نام گورسوچان، لنگرسوچان، گوران خیلی خود اطراف یعنی ما نمونه هایی از این و دلایل باستان شناسی در خصوص این که آیین این منطقه زرتشتی بوده زیاد داریم. حالا بعضیاشون هنوز کار نشده، کاوش نشده، تحقیق نشده، بعضیاشون مشخصه. در آیین زرتشتی میایم بررسی میکنیم که آیا مرده سوزی داریم یا نه. میبینیم بازم در آیین زرتشتی هم مرده سوزی نداریم که مرده رو بسوزونن، خاکسترش رو در یه جایی نگهداری بکنن. خب آیین زرتشت هم مشخصه چه زمانی شروعش بوده، چه قدمت تاریخی دارد و در ایران از که تا الان که بعد اسلام اومده خب زرتشتی بودن. خب این هم بلافاصله آدم به این اگر وجود ندارد در آیین زرتشت، پس سفالگری رو که یه همچین چیزی رو داریم، یه همچین ظرفی رو داریم و مستند هم الان ثابت شده که نگهدارنده یه خاکستر مرده بوده، پس قبل از آیین زرتشت بوده. همین که بگیم قبل از آیین زرتشت، باز دوباره ما رو میبره به حداقلش 4 الی 5 هزار قبل از این. و علاوه بر این اثبات شده که در فلاتقاره ایران به جز به اصطلاح قبل از آیین زرتشت آیینی رواج داشته به نام مهرپرستی. در آیین مهرپرستی مرده سوزی داشتیم، بررسی‌هایی که انجام میدن در این آیین شبیه آیین‌های هندوی بودایی و اینا در هندوستان که مرده سوزی دارن، با این تفاوت که اونجا مرده رو میسوزوندن، خاکسترش رو میریختن در رودخانه گنگ کجای و در آب، ولی در اینجا مرده رو میسوزوندن، خاکسترش رو نگه می‌داشتن در این ظرف. حتی اعتقاد داشتن که این خاکستری رو که از یک انسان که سوختن، حالا چه مرد باشد چه زن، این خاکستر میمونه تو این ظرف تا فرزندی، اگر به اصطلاح مرد بوده پسرش، اگر زن بوده دخترش، هنوز یه مقدار بسیار کمی از اون خاکستر، اگر باد اینا رو این ور اون ور برده کمتر شده، یه مقدار بسیار کمی از اون خاکستر وجود داشته باشه تا اون فرزندش میاد میمیره و میسوزونن و خاکسترشو میریزن با هم مخلوط بشن. یعنی تداوم این نسل را، تداوم این خاکستر را و ارتباط این خاکستر را علاوه بر اون فرزندی مثلا پسر و پدری یا دختر و مادری از نظر جسمی هم و از نظر فیزیکی هم داشته باشه. خب این هم اثبات میکنه که اگر بپذیریم که خب علمی هم هست و باید پذیرفت، اعتقاد باستان شناسان هست، تحقیق کردن، پژوهش کردن، مربوط به آیین مهرپرستی هست، کاملا مشخص میشه که تاریخ و قدمت تاریخی سفالگری در کلبنان حداقل به 6 الی 7 هزار سال برمیگرده. دلیل چهارم این است که در تاریخ هنر ورود چرخ سفالگری در تاریخ هنر مشخصه. یعنی اولین کسی که اومده سفالگری کرده و با چرخ سفالگری رو انجام داده، بعد برای اولین بار در تاریخ هنر در کتاب‌ها نوشته شده که در اون تاریخ این شخص یا این محل و این جای مکان در فلان کشور سفالگری رو انجام میدادن.
با چرخ سفالگری هم ورود پیدا کرده، بعد از دست چرخ هم اومده تو کار